کارشناسان معتقدند این قایق 2000 ساله میتونه همون قایقی باشه که در معجزه مشهور توقف طوفان توسط حضرت عیسی از آن استفاده شده. داستان کشف این اثر باستانی به سال 1986 برمیگرده، زمانی که خشکسالی شدیدی باعث پسروی آب دریای جلیل شد و دو برادر اسرائیلی این قایق را که برای نزدیک به 2000 سال در گلولای بستر دریا سالم مانده بود پیدا کردند. در انجیل آمده که حضرت عیسی با همراهانش در قایقی در دریای جلیل خواب بود که ناگهان طوفانی شروع شد و حضرت عیسی با یک اشاره طوفان را متوقف کرد. به همین علت مسیحیان و یهودیان این قایق را مقدس میدونن و اونو به حضرت عیسی نسبت میدن. ولی هیچ شواهدی از متعلق بودن این قایق به حضرت عیسی وجود نداره. ولی با آزمایشات باستانشناسی کشف شده که این قایق مربوط به قرن اول میلادی، یعنی دوران حضرت عیسی است. این قایق همکنون در موزه‌ای در اسرائیل نگهداری میشه و به قایق عیسی شهرت داره.